فریده ایست من میایم. گلینی و ملیکه خاندان در همین سن و سال من کار میکنم. شکر که حالا قوتم هست. اوف این چه روزی سیاه است. خدایا صبرم ده. خوراک تیار شده است؟ چه خیل خوراک باز؟ ساعت چند شد؟ مادامی که گرسنه‌ای پیش روی همسرت را گیر. در خانه نشسته برایت خوراک تیار کنم. پس این رو برای کی تیار کرده استدایی؟ فهمو پسر یگانه در همین جا است. شرف این چه خیل سخن است. همه‌تون پسرانی من هستید. میدانی که اگه یشرت احوالش خوب نیست پدرت هم به خانه روحش نمیدهد. یشر پسرم. هزار بار شکر مادر جان. در بیرون خنک خوردم. میگفتند که در 1000 سال یک مرتبه خنوکی میآید راست بوده است. کمی آب هم نآورده؟ خاطرم پریشان است یشر. هوشم نمانده است. بهترش درون در اینجا بیخور و بینوش. برای خودت یگان دوغاب میکنی. پدرم باز ناید؟ پروا مکن. من حاضر نزدش میروم. اوف کنی بینیم باز چی رو به سرمان میآورد. خدایا عاقبتمان را بخیر بکن. یشر گفتی که فرخنده نزد امیر به مرکزی پلیس آمده است. اگر به اینجا هم آید چی میشه؟ نه جانم. اگر آید و کارهایمان را نقل کند. آقای خیردین فهمد که دوگانی که آمینه رو مرده گفتم و به شما دادم مرا زنده نمیمونه. خواطر مباش هیچ گپ نمیشود. یشر معلوم است این زنجیرین رو مثل فرزند خود دوست میدارد. کودک را از دستش بگیریم دنیا را آتش میزند. در اول هر دویمون میسوزیم. اول من بعد تو. دوغاب را چگونه تیار میکنن؟ میگفت که از دشمنانم قصاص نمیگیرم. خود به خود فکر قصاصگیری از کجا پیدا شد؟ یگان چیز رو فهمیده است؟ آقای خیردین نقل میکنید چی شد؟ آقای خیردین این خودش چی گپ؟ مسئله چیست؟ چی را فهمیدید؟ گپ زنید آخر ما هم فهمید. آقای دکتر احوالش چه خیلی است؟ یاری اولین را رسانیدم لیکن احوالش بد است. زنده میمونه داخل؟ چیزی گفتن نمیتوانم. حاضر بیهوش است. هر لحظه کاری شدنش ممکن است. شما با وی کس چی میشه؟ من دوگانش. با خویشاوندانش خبر دادید؟ تا جایی که میدونم هیچ کس را ندارد. خیر خدا شفا دهد.
التماس نمیره در پی گل سر. التماس درباره دخترم همه چیز رو دونستن میخواهم. شما امید یگانه من هستید. التماس صبر کنید. التماس. خانم ما میرویم، شما میستید. من هم میروم. خانم همشیره، اگر تغییراتی شود به همین رقم زنگ زنید. در اینجا می نویسم. نامم فریده. مایلش خبر میکنم. رقم رو در اینجا میگذارم. رحمت. پدر، پسرم، من این خیلی ساده نمیتوانم. باید که کاری کنم. پدر چی کار میکنی؟ در دست نه سراغ داریم و نه یگون رقم تلفن که. امیر پسرم، غالب آدم عادی نیست. جان من دادرم بود. من در زندان صدها نفر را گمان میکردم که این بازی را با من کی کرده باشد. صدها نه، هزارها نفر را گمان میکردم. هم غالب اصلا به گمانم نمی آمد. لیکن شخصی که این خیانت را بر من کرده است نفری است که از دادرم هم برایم نزدیکتر است. پسرم، باید که او را یابم. برای سببش را دانستن میخواهم. چرا این کار را بر من روا دید؟ خواطر مباش پدر. وعده میدهم که زود او را مییابم. برای یافتن غالب هر کاری که لازم آید میکنم. هر چی که لازم آید. چی شده است؟ پدرم چی میگوید؟ میگوید که نام اویله را سفید میکنم، همین طور نه؟ اما باز هم با من گپ نمیزند. مادر خوشروکی من، شما خودتون میبینید که همین کارهای اویلوی هم را یک طرفه کنم، چهره شما را باز خندان میکنم. یشر که گفتی همه در جایش راست میایستد، حتی پدرم. انشالله پسرم، انشالله. اول تو مسئله فرخنده رو حل کن، باقی همش حل میشود. اون زن با یک سخنش حیاتمون رو میسوزاند. تو چند فکر میکنم از عقل بیگانه میشوم. پروا مکن جانکم، وای دیوانه نشده است به اینجا آید. مایلش جگربندت میرود، باز پدرش نبیند وگرنه دیوانه میشود. یشر، مرا گوش کن. من نمیگذارم که اون زن کودک را ببرد. شنیدی مرا؟ مایلش بیبی جان گرسنه جانکانی بیبی تیار کرده ایستادم. آچه‌تان پروانه دارد که کودک ها گرسنه ماندند یا نه؟ اگر بیبیتان نمیشد، کی میداند که احوالتان چی میشد؟ اگر شما نمیشدید دادم هم نمیشد، بابا هم نمیشدیم. میشدید هم، کی میداند چی احوال میداشتید؟ بچه هم در کجاست بیبی؟ اگر من دانم. یاسین رفته 2 تا نان گرفته بیار. مایلش بیبی مادرت نمیارد. از ماشین ها احتیاط کن. بیبی جان من به شما یاری دهم. دخترکان خوش رو یکی من. نه از کسی خفه شو، نه کسی را خفه کن. در جوانی فکر می کردم که حیات خرسندی است. بزرگ شدم و دیدم که حیات مهنت کردن است. مهنت کردم و دیدم که مهنت خرسندی است. زنت را درست انتخاب کن، زیرا 90% خوشبختی و بدبختیت از او وابستگی دارد. و قسمش نگاه کرده به انسان باور مکن، به انسان نگاه کرده به قسمش باور کن. شخص کامل نه تنها سخن خوب میگوید،
балки ба гуфтаҳояш амал мекунад. бубахшед, мумкин аст як чиз бипурсам? марҳамат. хонаи хайриддин эфегилро мекобам. номи ҳамсараш набоҳат. ба фикрам дар ҳамин ҷойҳо зиндагӣ мекунад. мо нав кӯчида омадем. намедонам. дар паси ин бино дуконе ҳаст. аз онҳо пурс, шояд медонанд. ташаккури зиёд. барори кор. раҳмат. Tilxamro kafondi Yashar. модар мо сӯхтем. фархунда меояд. Куҷо омада истодааст? Дар куҷост? каме дуртар инҷоро мекобад. чӣ кор мекунем? модар чӣ кор мекунем? аз куҷо донам чӣ кор мекунем? писарам набояд инҷо ояд. рав наист коре карда пеши роҳашро гир. Яшар, маълум аст ки чашмони ин зан кур шудааст. агар ояд нақл мекунад ки чӣ хел ҷеренро ба ӯ додем. эй худо, ба гуфтан осон аст. ман чӣ хел пеши роҳи ӯро гирам? ором бош, талош макун писарам. бигӯ ки майлаш рав. ҳар чӣ ки хоҳӣ бигӯ. куҷо ки меравӣ рав. баъд чӣ? баъдашро ман аз куҷо донам? агар тавонӣ суроғашро бигир. агар натавонӣ бигӯ ки охирон маротиб паго духтарамро бинам. хайру хуш кунам. коре кун ки қонеъ шавад. баъд то паго ягон чораи дигар меёбем. маро фаҳмидӣ? ӯ набояд ба инҷо ояд. фаҳмидам. Яшар, нагузор ки ӯ ба инҷо ояд. майнаш. фархунда ҷонакам як лаҳза ист. ту дар инҷо чӣ кор мекунӣ? яшар сар деҳ маро. ҳама чизро ба падарат нақл мекунам. майлаш, нақл кун. чӣ магар мегӯӣ ки ҷерени духтари Шарафу Фаридаро Набоҳат хонум ба мо дуздида дод? ҳозир ман ҳам аз Яшар ҷудо мешаваму кӯдакро гирифта мебарам. ҳамин хел мегӯӣ? ин тавр ки гуфтӣ, падарам мегӯяд ки майлаш ошад шава духтарам. гирифта рав. хуб, бо падарат ҳанӯз шинос нашудам. ҳатто ба оиладоршавии мо низ зид баромад. медонам ки падарат шахси бо шаъну шараф аст. аз модарат дида мисли падарат мешудӣ, мумкин ба чунин ҳол гирифтор намешудем. бас будагиз аз ҳад гузарондӣ. фархунда, ист як лаҳза ист маро гӯш. яшар рав аз пешам. рав вагарна ҳозир мардумро ба по мехезонам. фархунда ҷон гӯш кун маро. майлаш ман розӣ. ҷеренро гирифта назди модарат ба олмон бурдан мехоҳӣ. майлаш. хуб, ман розиам. ором шудӣ акнун? агар хоҳӣ суроғатро ба ман деҳ, ман худам шуморо то фурудгоҳ мебарам. маро он қадар аҳмақ фикр накун. чӣ хел аҳмақ? бовар ки накунӣ, надеҳ суроғатро. худоё, худатон равед. ягона хоҳишам ҷеренро як бори дигар бубинам. вай духтари ман ҳам ҳаст. ҳатто барои ман наздиктар. ман амакаш мешавам. илтимос, як бори дигар ӯро бубинам. магар дили ту аз санг аст? майлаш, пагово хӯрда хайру хуш мекунӣ. албатта. лекин яшар, агар не, беягон агару магар. танҳо хайру хуш мекунам. майлаш, туро акнун паго занг мезанем. ин хел нигоҳ накун. боз дилам сиёҳ мешавад. хайр. модарҷон, ҳал шуд. рафт. паго ҳам во мехӯрем. модари хушрӯяки ман, писари зебоятро чӣ хаёл кардӣ? пагоҳ чӣ кор мекунем, инашро худат фикр кун. янга? ака Яшар бахайр аст? напурс.
باز به خانه رفتن و ضربه زدنشان یک شد. باز با پدرم بس کردید؟ این مراتب بحث را انتظار نشدم. فکرش را مکن، عادت کردم. بوزی گناهگار عائله شدم. هر کس که گذرد یک لغت میزند. کسی پروا ندارد که یشر در کوچه مانده است، گرسنه مانده است، بی خوراک مانده است. اکا یشر در برم همین قدر مبلغ مانده است. التماس گیرید، خوراک خریده میخورید، خواهش میکنم گیرید. رحمت فریده، انسان خوب هستی. مسئله جدا شوی تو رو چیکار کردید؟ دائما دعاگوی اون هستم که شما با هم خوب باشید. از کجا؟ تقدیر همین بوده است. بله، اگر یک کودک می داشتید همه چیز دیگر می شد. خیر، با تو هم دیر شده است. زود خانه رو که مادرم جنگ راست می گویید. میلش پناهتون به خدا. گیر دستت رو نمیگیرم. ایستا که خوراکم خنک شد. با من چه؟ بس از اکنون من از تو با قوت‌ترم. بچه ها جنجال نکنید. خوراکتان را خورید. اشتهایتان مرحمت. اشتیایتان بر وقت به سر دسترخوان نشستید. مردم گرسنه نمون. تو در کجا میگردی؟ خدایا به من قوت بخشا. آقای فردین، نان خری بر اومده بود. چند ساعت شد خواطیر شدم، برای همین پرسیدم. نزد همشیره گلسه رفته بودم. آش شود. گیر مادر، آب نوش. شد گذشت. در نزد همشیره گلسر تو چی کار داری؟ یاری تجیلی اومد. کسی در نزدش نبود. تنها گفته تا دختر خونه همراهش رفتم. احوالش خیلی است؟ بیهوش بود. خدا شفا دهد. خدا مددگارش باد. آخر بعد مادر. بشین دخترم، آروم شو. کمی آب دید. رحمت. کی ریزونده است این رو؟ من ریزوندم. ببخش مرا. نه مادر، این طرف نگویید. در راه ریخته است. نفهمیده زیر کردم. هیچ گم نه. کلین خانم، در نزدیک گلسر چی کار داشتی؟ مادر یک کار عجیبی رخ داد. کنی بگو باز چی شده است؟ امروز خانه آمده ایستاده بودم. اپای گلسر از راه هم بر اومد. گفت یک ساعت پس به نزد ساحل بیو، اما به کسی مگوی. البته که تو هم نگفتی. گفت که در برای دوگانگی امینه سخنی دارد. بعد شما مرا برای نان خریدن روان کردید. به باغ رفتم. اپای گلسر رو دیدم. نزدش می رفتم که بیچاره رو ماشین زد. در برای کودک چی گفت؟ هیچ چیز گفته نتوانست. بیچاره بیهوش است. فریده مرا گوش کن. دیگر پنهانانه از من کاری نکن. بعد گلسر دوگانگی امینه رو از کجا میداند؟ باز چی دروغ ها میگوید؟
با سرمون بلا نآورید. مادر باور کنید کاری پنهانی نیست. از همون روزی که کودک رو در بیمارخانه دیده بودم باز اپای گلسر هم دیدم گفت هوش در سر ندارم. تا اپای گلسر گپ نزند دلم آروم نمیگیرد. فریده نباهد خانم یک قهوه تلخ تیار کن. شنیدی دخترم؟ قهوه تلخ تیار کن. نباهد من از تو خواهش کردم. کسی مثل تو تیار کرده نمیتواند. در نباهد خانم او را از حد زیاد کار میفرمایی. برای خوبی خودش آقای خیردین یک روز من مرده روم شما یک طرف خودش رو نگاه کرده تواند آخر. خدایا به من صبر بگه. آیله دارو از زنک بله دارو به قدری لازمی استفاده ببری و محبت را علاوه کنی به همه دردها تواست. لیکن اگر تنها بخواستی خودت عمل کنی تلخی خودپرستیت را علاوه کنی مزهش تماما گم می شود. هر قطرهش زهر می گردد. آن وقت آیله کیها را ضرر می آورد خدا می داند. سخن زیبا گفتید آقای خیردین. یک دقیقه وقتی خالی یافت و در رفت کرده دوزی را سر میکنه. فریده مادر یگان چیز گفتید؟ گلسر در کدام بیمارخانه است؟ بیمارخانه تعلیمی. برای چی؟ هیچ. همین فیلم رو ظاهر کردم. خدایا اوه خدایا این کارت مگر درست است؟ من چی کار کردم که؟ کارهای خانه رو یک طرف مانده سر این کار میشینی. لباس های دخترت را فروختن و مبلغش را به کودک ها دادن و خانوندن را فهمیدیم. آخر دخترم اول جان بعد جانان. اویله و خیش و تبار همه فقیر و تو باشی خیر میکنی مگر خدا راضی میشود؟ اول خودت را سیر کن و بعد فکری سیر کردن دیگران را. آخر مادر شکر که ما گرسنه نیستیم در بیرون هم نمونده ایم. اگر کودکان رو بینی نه کودک ها را ببینی احوالشان چنان بد است که رحمت می آید. شاد شد غمگین می گردی. آخر مادر من کاری بدی نکردم که... خاموش شو توکلت به خدا. لبک اکای قلی من محسنی دارباز. چی میخواهی محسن؟ اکا اون آدم مرا یافت از این دام برآمده است. همراهی پسرش آمد. به یک عذاب خودم رو از دست آنها خیردین؟ بله اکا مرا ببخشید اکا. یگان چی گفتی مگر؟ اکا درای آهن مرا بستند همانجا میکشتند مرا. خوش آمدید پدر جان. خوش آمدید پدر. خوب هستید پدر؟ پدر؟ بگوید آخر چی شد؟
هیچ گپ نیست. از این پس دوستی نزدیکترینتان را نیست به اینجا دعوت نمی کنید. به اجازت من کسی قدمش را به این خانه نمی گذارد. فهمیدید؟ هیچ کس. مایلش چی شد؟ یگون دشمنی دوره مگر؟ علاج واقع پیش از وقوع باید کرد. استفاده از کتاب مقدس قرآن با ترجمه زبان تاجیکی آسایش روح و برکت در زندگی هر مسلمان است. این کتاب آسمانی ما را سوی راستی و عدالت و امن و آسایش راهنمون میکند و برکت را در روزگارمان زیاده میگرداند و محض آن برکت و عدالت و آسایش تاجیکستان این کشور مردمان پاکتینت را باز هم شکوفته و آزاده میگرداند. استودیوی همصدا اکنون برایتان نسخه ویدیویی ترجمه قرآن کریم را با زبان تاجیکی و با آرایش خاصه پیشنهاد میکنند. این نسخه را از تمام نقطه‌های دیسک فروشی همگی با ارزش 4 سومونی دسترس نمایید. تلفن برای معلومات و درخواست 907 79 28 28 و 907 59 28 28. همصدای دل شما. ниҳоят бо шафақсардор гап задам. барои пайдо кардани он одам кадом парвандаеро дидан мехоҳӣ марҳамат бубин гуфт. майлаш. падари шердили ман, шумо сутуни ин хонадон ҳастед. дар зиндон будед, аммо мо ба шумо такя карда ба по истодем. ҳозир қомат шиканед. магар мо хор намешавем? بیگناه عذابم دادند پسرم. مرا شکستند. ولی شکستگی من نصیحتی قالب نی، نصیحتی قلب است. خلاص پروا نکن پسرم. بی ایمان که نیستیم بی درمان هم نمیمانیم. як чизро пурсидани будам. оид ба ғолиб дар даст ягон маводе надоред? дар ягон ҷо бирам, намедонаму намешиносам. مگر در قبرستان ندیده بودی؟ رویش را ندیده بودم. از وی تنها یک رسم دارم. ما آن را همراه خیلی پیش گرفته بودیم. شاید در یگان جای خانه باشد. خب حداقل رسم را داریم. بیا رفته یابیم. یک روز نه یک روز لازم می شود. من یک خانه همسایه میروم و زود میآیم. همسایه از آن بیچاره بستری شده است. یک شوربا میکنم و آقای خیردین چی میکوبید؟ بخیر است بری نیست پیشم. همان رسمای کونه را میکوبم. کجایند؟ رسم ها را میگویی؟ چیکار میکنی؟ امیر پسرم خودش چی گفت؟ رسم رفیق پدرم، نفری رو که چون برادرش میدانست، غالب. بعد همراهش رسمی داشتم. همان رسم در کجاست؟ چیزی رو نمیفهمم. یگان کس به من میگوید چی گپ شده ایستاده است. گوش کن. سبب بیهوده زندان شدنم غالب بوده است. همان بیناموس مرا تهمت کرده، نامم را سیاه کرده است. دشمنم دوستی جانیم بوده است. معلوم که فهمیده. یعنی در آخر که کردن این کارو فهمیده ای؟ غالب ها؟ ها غالب. رسما در کجاست؟ من باید به امیر نشان دهم. از کجا دانم؟ در همان قوطی ها یک چند رسم هم بود. شما اینجا رو بینید، من به بالا رفته آنجا رو میکنم. بیا. یافتید؟ یافتم.
چیکار میکنم اکنون؟ خدایا اگر غالب رو یابند کارهای کرده ما رو هم میفهمند. پیدا کردی؟ رسمها را میگویم پیدا کردی؟ نه همه جا رو دیدم. گم شده است به فکرم. همین که یگان چیز لازم شد نیست میشود. آقای خیردین کی داده باشد نام غالب رو؟ ممکن این یگان دام باشد. شما رو به یکدیگر جنگ میاندازند. همینطور به فکرم. نباید آنی که نام غالب را گرفت امکانی دروغ گفتن نداشت. برای نجات جانش نام غالب را داد. آقای خیردین خواهش میکنم دنبال این کار نشو. با تو چیزی شود احوال این اویله چی میشود؟ به این هم نو سرجم شده ای. مگر غالب دیوانه شده است که این کار را میکنه؟ من هم همین را فهمیدن میخواهم. برای همین اول باید غالب را یابم. من گلسر یعنی خانه همسایه رفته می آیم. آن رسم نیست مگر؟ توبه. خدایا به فکرم نباید وقتی جستن افتاده است. خدایا در کجا باشد این رسم؟ در کجا باشد؟ پدر یک چیزی یافتم اما همین است غالب؟ نه پسرم این غالب نیست. خدایا چی را میجویید پدر؟ یه چیز. چشمانم فریب خورد. یه چیز. رفته خوب کنید پدر. همش خوب می شود. تیمور زنگ میزند. جواب ده. لابای خوبم. پگو چرا؟ نمیدونم. مایلش نباشد میروم. تو دیدن. اپا چرا تو بخوش گپ زدی؟ چی میگوید؟ گفت که پگو وقتی نصف روزی میایی خوش خبری داشته است. همینش نمیرسید. چی؟ خوش خبر؟ ای ممکن برای خانه دار شوی تکلیفت میکند؟ نمیدونم. چون این فکر نمیکنم. حالا خودت میبینی. صدای تلویزیون رو کمی بلند میکنی؟ ای بیامون با تو گپ زده نمیشود. اوه گلسر خدا گناهایت رو ببخشد. اکنون من به تو چگونه دعا کنم؟
با فریده چی ها میگفتی که میداند همه ما رو میسوزاندی. شفا یافته نجات یابی. از خدا طلب میکنم که گذشته رو فراموش میکنی. خدا خواهد به یاد نمیاری. روز بخیر. احوال گل سر یکه رو میپرسیدم. خدایا فهمو رحمت. فریده در کجایی؟ آمدم. یا پروردگار. صبح خیر بیبی جان. گریبان هم پراکنده. اوف کنی بیا بینم. فریده کسیمم در کجاست؟ درزمال کرده در پشت در رو بیختم. انا شد پسرکم. آچه جان دفترم رو نمیابم. حاضر دخترم میبینم. تو نشسته نهاری کردن که؟ جانکم کنی مرحمت کنید. امیر در کجاست؟ آمدم پدر آمدم. به همه سلام. سلام امک جان. سلام پسرم سلام. سلام پسرم. سلام. چای ها در کجایم؟ حاضر میارم. فریده برای ما تخم نیم پخته پس. اکنون کابو یا او بله. خونه‌شون اومدیم باز جنگ نکنه؟ نه جنگ نمیکند او چونی نیست. من در رو میکوبم با مکتب دیر نکنیم باز. زاد روز مبارک افایی فریده. بچه از کجا به یادتان اومدم؟ حاضر از شدی عشق میریزم. ما شما رو بسیار دوست میداریم افایی فریده. جانکای من هم شما رو بسیار دوست میدارم. این کودک‌ها کیستند؟ شجاع های فریده شیرینی آوردن به ملیکه خوبان. چی معنی دارد؟ کلینی تو هر وقتی که خالی شود نشسته و زندگی میکند. پولی که از آن به دست میآورد کودک های مردم رو میخوناند. به مثل گربه های محله هر روز زیاد شده ایستادند. اوه پروردگار نجات مونده. امروز روزی تولدم بوده است. شیرینی زیبا بوده است. ینگه ببخش فراموش کردیم. خدا عمری درازت دهد. قرضدار هستیم. این خیر نگویید. در زندگی هرچی فراموش شدنش ممکن. خدا نوازش نبیره و ابیره هایت را نصیبت کند. انشاءالله پدر. من زن نمیگیرم.
پدرت هم چنین میگفت. اکا زاد روزت مبارک فریده. رحمت. شیرینی رو میبرم. از بالایش به من برید اوچا جان. اوچا با من از گلهایش اول به من دید اوچا جان. میلش. خدایا کودر کجا باشد؟ آمینا آیسته باز نفتانی. اوچا برای من کلون برید. در همین جا دست خیلی من ندیدم. فریده ای سخاوتمند. پدر چی شد که؟ آفرین به تو. دختری خیرخواهی بوده ای. مادرت گفت که کودکان بیپرستار را میخواننده ای. خوانندن نیو همین خیلی برای تحصیلشون کمک میکنم. هر کس از دستش آمده را کند، از زبانش آمده را فرو برد، آن وقت دنیا جنت میگردد. مادر گرید. نه نمیخواهم. یا خداوند. کجا می روید؟ من ببرم. حاجت نیست. تشکر. از آنی که در خانه بیهوده میشینم، بهترش به نزد همان مردی که نام غالب را گرفته بود میروم. مادامی که او را میشناسد شاید سراغش را هم داند. احتیاط کنید پدر، در امان خدا. زود باشید بچه ها. بیا دختر جونم، کنی جوزانت رو گیر. انا میخیر. چی میخندی خندان رو؟ خوش آمدی اکا یشر. خوش باشی. پسرم یک ساعت انتظار شدم که پدرم کی میبراید. پدر اون درو. یشر به ینگت بگو که کودک ها را مونده زود بیاد، بهوده در هر جا نگردد. فهمیدی؟ ینگه اهمیت نده. درسایتان را نقص خوانید. خوب شد از امک جان. فریده باز چیکار کرده است؟ اینجا بیا همش را نقل میکنم. گلاسر به فریده گفته است که بیا گپ میزنیم. این به عقل هم پنهانی از من رفته است، اما تقدیر رو ببین که گلاسر رو ماشین زده است و با هم پا نخوردند. نخورد کی؟ حالا فکری آن رو مکن. از فرخنده چی خبر؟ سحر زنگ زدی؟ مادر جانم مگر زنگ نمیزنم. یک ساعت پس ما میخوریم. فکر کردی چی کار میکنیم؟ با او من چی میگویم؟ اکنون تو نه، من گپ میزنم. یک جای میرویم اما من گپ میزنم. یعنی چی خیلی؟ چی میگویی؟ یشر پسرم، من بسیار فکر کردم. تو با فرخنده آشتی میکنی؟ نه. زود قهرالود مشو. یک فکر کن. جیرین رو خانه آورده نمیتوانیم. قیامت رو قایم میکند. با فرخنده روان کرده نمیتوانیم. کودک از شرف و فریده است، یعنی از آن ما است. گربه نیست که او رو گرفته برد. یشر پسرم باور کن، بغیر از آشتی کردن دیگر چاره‌ای نداریم. این خیلی نمیشود. این ناممکن است. پسرم اینقدر سال گذشت، اکنون روزی شب باور کن از دست من همین قدر کار میآید. از سر نو عائلتون رو برپا میکنید. پدرت هم مجبور میشود که با تو آشتی شده سخنهایش را فرو برد. پسرم او همه سخنهایش را فرو میبرد، خودت میبینی. خیر اون طرفش را حل گویم. فرخنده قبول میکنه. واخوری را به یک عذاب خانه گردانیدم. گفتم که مراتبه آخرین جیلین را میبینم. شیر بچه من، خدا خواهد او رو راضی میکنانم، راضی میکنانم.
پای گلسر التماس خیزه کنم. خیز دردم رو انجام ببخش. به دخترم چی شد؟ به فرزندم چی شد؟ خدا شفا دهد. اپهتون است؟ نه، در تولد کردنم حضور داشت. دیروز پیش از حادثه و میخوردیم. باید چیزی رو به من نقل میکرد، لیکن همین. خدا شفا دهد، لیکن در اینجا بسیار بیهوده نیستید. رقم تلفنم رو گذاشته بودم. اگر به خود که اومد به من خبر دهید. زنگ میزنیم، خواطر نباشید. در همین جاها ماش رو خاتیمه میبخشیم. دادم برای دیدن من می آیند. من او رو یاد کردم. یا پروردگار، اینقدر به او می نمونند است. فرخنده دخترم. نباید خونو، فکر کردم که یشار می آید. من شما را دیدن خواستم. آنچه گفته دادم می آید. این خلا اومدم. کنی تو آبت را بینوش؟ بیا در آنجا صحبت کنیم. مرحمت. خوش آمده دختر زیبا. با تو یک خوش خبری دارم. چه خیلی خوش خبر؟ تو میگفتی که اگر پدرم ما را یک جا در کوچه بیند خوب نمیشه. خیر. نه خوش خبر. این چی است؟ از پدرم کلید خانه را گرفتم. با یک مشکل راضی شد. آخری هفته می رویم. چی؟ در اون خانه ما را غیر خودمون کسی نمی بیند. تو چی کار میکنی؟ دستم رو سرده. بیا رفتیم. سرده مرو؟ رفتیم یاسومن. تو کیستی که بسر این دختر دایم بلا می آوری. کی هستی؟ چی میخوایی؟ یاسومن! این آدم کی بود؟ مرده که به درون در آمد همون کس؟ بله. کمیسر امیر رفیقی. تو حالا میبینی. یشار شراب نمی نوشد. قمار باز هم نیست. با زمین فکری تفلکتون رو کنید. شراب قمار نه، اما چشمانش دایما در بیرون است. چی خیل در بیرون است؟ آخر او با من خیانت میکند. یشار این خیل نمیکند. سالهاست که یگان کاری خوب نیافت و مسئولیتی رو به دوش نگرفت. لیکن من صبر کردم. اما با من خیانت کرد. نباید خانم. یشاری من چونین نمیکند. اما چونین کرد. نه تو با چشمم نبینم باور نمیکنم. یگان فهمی شده است فرخنده. اویلا ویران کردن آسان است، اما برپا کردن دشوار. به خاطر جرین به یشار یک امتیاز دیگر ده. او هم با عقل شده است، هیچ نباشد کوشش میکند. نمیدونم. من به یشار امتیازی بسیار دادم. همش را صرف کرد. نباید خانم. این دفعه حتما دیگر میشود. دخترم من هم با شمایم. از دستم هرچی آید میکنم. فقط اویلا رو ویران مکن. برای خودت هم نباشد برای جرین. چی گفتی دخترم؟ کودک در غریبی چی کار میکنه؟
خیر من فکر میکنم. مایلش دخترم مایلش. تو هم همه جانبه فکر کن باز گپ میزنیم. فرخنده پیش از رفتن ممکن است جرین رو یک با آغوش گیرم. مایلش لیکن زودتر باشد. بیایید میرویم. جرین شما نامی مرا از کجا میدونید؟ من نامی شما رو نمیدونم. نامی من خولای نبوهد دخترم. شاد شدم خولای نبوهد. من هم دخترم. رفتیم دخترم. سلامت باش. چی شد مادر؟ چی میگوید؟ گوش کن مرو. تو به دختر خیانت کرده ای. چی خیلی خیانت؟ کی میگوید؟ کی میگوید؟ فرخنده میگوید آخر. نمیبخشد میگوید. این نه مادر، چی خیلی خیانت؟ این بافته است. من در جای من 5 درهم هم ندارم. چی خیلی میتوانم خیانتش کنم؟ من به این هم باور نمیکنم. گفتم که یشر چونی نمیکند. نه؟ بعد چی گفت؟ از مادرت که خلاص مییابد. البته ناز میکند. یشر کودک رو وقتی او رو دیدم یک حسی عجیبی مرا فرا گرفت. کاری کرده آشتی میکنی. دیگر علاج نیست. دل آن زن رو مییابی. شد مادر جان شد. من هم برای جرین کوشش دارم. به خدا مثل دخترم دوستش میدارم. اما به جای پدر است. البته که دوستش میداری. در هر موضوعی که با جاهلان بحث کردم مغلوب گشتم. شکستن قلب دوست این در خوشنودسازی دشمن خدمت کردن است. در دنیا 4 نعمت است. با آن شخصی که این 4 نعمت نصیب می گردد در دنیا و آخرت خیرش را می بیند. زبان ذکر کننده، قلب شکر کننده، بدنی که به درد و غم طاقت می کند و زنی صالح. مرد که دوست داشت دیگر همه زنها در پیش چشمش ارزشی ندارد. فریده 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 مگر نمیپرسم این رو. الو برای احوال گلاسه رو پرسیدن زنگ میزنم. همین خیر مایلش. روزتون بخیر. لبای نباهت؟ بله منم غالب. غالب این آخران زنگ زدنت باشد. خبرداری یا نداری؟ اما خیردین مرا فهمیده است. آدمی بزرگ شکست. پریشان شد. خیردینی که من میدونم سببی کار را نفهمد در یک جا نمیشیند. میدونم. پس میدونی که باید تگ 7 قبط زمین دروی.
اگر سببی کارو فهمد جانت را در همانجا میگیرد. میفهمی مرا؟ دیگر زن ака, ман гуноҳе надорам. бо ман биё. دارباز در کجاست؟ او در اینجا نیست موی سفید. امروز نآمد. موی سفید، در برآمدگاه از دیگر طرف. اینجا محکم است. падару писар маро бастанд. қариб буд ки аз ин дунё мерафтам. ака, саги дари хонат шавам. маро макуш, фарзанд дорам. این را گیر و گم شو. آیلت را هم با خود گیر. مهلت زیاد در استانبول نمیشوی. شاید تمامی عمرت. با جان و دل اکا. مایلش. маро даъват кардед оғои додистон? آسیا به نوبت است. همین خیل نه؟ بله همین خیل است. به همه سوالهای پرونده جواب میخواهم. اگر تا سحر گویم که کار میکنی پس کار میکنی تا سحر. حالا همین قدر کفایه. حالا این آغاز کار است. شربت چه من؟ مادر آنجا رفتم. مادر در آن چی نوشته ایستاده‌اید؟ مادر همین فیلمی گفتید چی میشد؟ خدایا
بخیر است دخترم. نباهت خانم چی میخواد؟ پدر جان از شما یک چیز پرسم. در اینجا چی نوشته شده است؟ خوراک لوبیا با گوشت. لباس های چرکین را بشوی و درز مال کن. حمام را هم تازه نما. لوبیا و آش، گوشت، لباس، حمام. فهمم. نفهمیدم دخترم. مادرم با من قهری کرده است. گپ نمیزند، در کاغذ می نویسد. چرا قهر میکرده است؟ نمیدونم. او با من گپ نمیزند که فهمم. خدایا به من صبر ده. یشار به فرخنده زنگ زدی؟ پسرم چی رو انتظاری؟ زود باش. یشار چی اینقدر یک روی میکنی؟ فکر میکنم گفتم چی سراسیمه ای؟ خوب مایلش میایم. آخر با کجا میروی؟ اینها دنبال ما رو ترک نمیکنن زینب. ما رو جدا میکنن. گفته شبها خوابم نمیبرد. مثل که دیوانه میشوم. برای همین بله میروم. نه اینکه بخوری با یشار. با آلمان میروم. با آلمان میروی؟ دیگر دادم رو نمیبینی مگر؟ زیبایی کم. بغیر از رفتن دیگر چاره نداریم. در آنجا حیاتی آسوده و پر از شادی میگذرانیم. لیکن دادم با ما نمیروند. من او رو دوست میدارم. میدونم جانم. لیکن این معنی این را ندارد که دیگر دادت رو نمیبینی. دادت برای دیدن ما با آلمان میآید. آجا مجبورت که جدا شوی؟ افسوس جانکم. کوشش کردم اما نشد. اکنون دیر شده است. دیگر نمیشود. اگر دادم ما رو گرفتن خواهد؟ مگر با دادت میروی؟ ما رو ترک میکنی؟ نمیروم. با شما میمونم. جانکی من. جیرین من به تو زندگی کردن نمیتوانم. بابا جان ما آمدیم. ندیره های شیرین. چیکار میکند بابا جان؟ شانه زنانه میسازم. برای من میسازید؟ این برای تو نیست. لیکن غم نخور. فردا برای تو هم میسازم. برای من نباشد برای اکانسون فرستده. این خیر نگویه. پدر؟ امک جان. چی خبر ملکه خردکک؟ بچه ها اکنون شما رفته در پایان بازی کنید. کنی با پایان؟ با پایان روی. پسرم چیکار کردی؟ یگان چیز پیدا کردی؟ هیچ چیز. نه خانه، نه جای کار، نه تلفن. گویا که غالب عکس‌های زندگی نمی کند. سالهاست که سراغ ندارد. پدر معلوم است که این آدم بسیار شخص سیاه دل است. پسرم در زیر خاک هم باشد او را میابم. لیکن نه برای قصاص. مرا خیلی بازی دارندند. پس این بازی سیری است. بازی چقدر افلاس باشد مقصد هم همانقدر افلاس است. پدر جان چی شده است؟ چند روز است که پریشان خاطر و غمگین می نمایی. حیات بعضا مثل سیل است. آدم را پیش کرده میبرد. شما خوراکتان را خورید. ببخشید. تیمور چی میخواهی؟ تو به اودابین روی راز به تربیگی کردی. من هم فکر میکنم که باید گپ زنیم. پدرم اجازه دهند میآیم.
چی میگوید؟ برای کاری امروزش بخشش میپرسد و میگوید که پگاه بیو سری قفس و بد میکنیم. با فکرم به عقلیش رو فهمید. این مراتب عمیق با اولاداری تکلیف میکند. من همچنین فکر میکنم، اما چی جواب دادنم رو نمیدونم. همین هم گپ شد. البته هم میگویی. از حاضر من تو رو تبریک میکنم. اشتهایی تو آهسته احتیاط کن. آمینه دخترم با بالایت نریزد، احتیاط کن. دخترم من روزی تولدت را نفهمیدم، لیکن از ته دل کمی مرا به جای پور بدان. این رو با من تحفه کردید پدر. رحمتی کلان. آجا مثل همین بابایم برای من هم میسازد. سازد، برای تو هم سازد، لیکن همسرش را فکر نکند. اگر تو هم خواهی نباهد خانم، از این بهترش را میسازم. خوش به حالتا. یکی میپزد، دیگری میخورد، دیگرش مینوشد، لیکن مهنت کردن دائما از ماست. اکا این طور نگوی عیب است. چی خیلی عیب استم؟ برای شما گپ زدن آسان است. شما استراحت کنید. خوش به حالتا. شرف، من این خانه را 30 سال پرستاری کردم. چکل گردش میکند البته میدانم. اگر لازم باشد به همین سن سالم هم کار میکنم و آقای خیرت امی خوراکت رو خود اشتها ندارم. خیردین بخیر است در این سحر؟ شب خوابم نبود. گفتم نزد شما آیم. امیر چیزی پیدا نکرده است. میدونم و خیردین فکرش را مکن. کار شدگی شد، به گذشته صلوات. اگر تو هم در گذشته خطایی کرده باشی حساب و کتاب گذشته را محکم کن، دوباره بازش مکن. خطا گفتی؟ چی ها میگویی شفق؟ من کاری نکردم. من نگفتم که تو کردی، منظورم هممون آدم ماخر. تو هم مرا باور نمی کنی؟ نادرست فهمیدی خیردین، مرا درست فهم. خیردین خیر معقول شد خوشرویکی من؟ ای شکری خدا پسرکم. لیکن کرته هیچ نزبیده است. چیکار کنم مادر جان؟ دیگر کرته تازه نداشتم. برور من حاضر میشم کرتت رو. فرخنده اول ناز کردم و مرا دید باز عاشق شد. جرین رو هم بیار گفتم، مایلش گفت کلین ملایم شده است. البته ملایم می شود. گوش کن، وقتی رفتن خریدنی گل رو فراموش نکنی. گل رو که بیند مثل پخته ملایم میشه. جانکم گل رو با چی خرم؟ مبلغ می داشتم از دی شب گروسنه می گشتم. پسرم گیرین رو. اگر شما نمی شدید من چیکار می کردم مادر جان؟ برای کودکم تحفه بگیر. این مبلغ برای گل و بازیچه نمی رسد. البته که نمی رسد. این رو بگیر. این چیست؟ پدرت برای آمینه ساخته است. به این هم امروزها اثرش تحفه می ریزد. گیر با جرین تحفه کن او هم نبیرش. پدرم هنرمند بود است ها؟ کرتت رو هم برو.
پدر؟ بخیر است. در اینجا چی کار میکنید؟ نمیدانم پسرم. از زندان برآمدم و لیکن گویا هنوزم دنیا برایم زندان است. باز چی شد؟ چیزی که میدانی. در اول کد یه شهر، بعد محله، حاضر همکاری پیشینم شفق. در این دنیای بزرگ کسی به من باور نمیکنه. پدر، من با شما هستم. اگر همچون آدم را اعتراف نکنید، لیکن چون فرزندتون قبول کنید. آقای دکتر، التماس آقای گلازر، التماس، التماس. شیر بچه ای من همش نو شد. گوش کن یاشار، تو با فرخنده آشتی نکنی، به من زنگ نزن. شد جانکم، شد. فهمو. ایستو. او کرته ما را پوشیده است؟ نه جانکم. چیکار نه جانکم؟ آخر این کرته من است. مادر، کرته‌اش را میدیم زیغ نشوید. از آن که زیر تنه این کس مانم در 4 هفتم بهتر است. از برای خدا نکنید این خیلی خیر. پدرت آمد. سوخته من اکنون سوخته. یاشار اگر تو را ببیند میکشد. پدرم میگویی که کاری دیگر نداشته باشد. آخر من نباشم این خانه مثل ماتم خانه است. ای پنهان شو زودتر. کشم درو کش. السلام علیکم. علیکم السلام. او در آمد. یاشار می براید. زود ایستادنت خطاست. صاحب کرته رحمت. زود یاشار، زود. پرونده ها رو دیدم اما چی بپرسم؟ برای کار. تشکر کمیسر. دادستانی نو پرونده رو بالای میزتان گذاشت. باز هم چی شد کمیسرم؟ سلاحم. پدر. کمیسر؟ امیر؟ لابای مدیرم. یک معلومات مخفی آمده است. در این نشانه یعنی در کارخانه داد و گریفت مواد مخدر می شود. غالب هم در همان جاست می گویند. تشکر. امیر، این دام هم شدنش ممکن. خواهی با تو گروهی میفرستم. نمیخواهم سردارم. خودم حل میکنم.
با اشتیای تو. خیر سخن گفتن میخواستی لیکن دهانت رو هیچ نکشادی. چی گفتنی بودی؟ گپ زدن آسان میبود. یاسمان من گوش کن، این تقدیر مرا حل میکند. برای همین باور کن که با گفتنش دشواری میکشم. گوش میکنم. تو رو رنجاندن نمیخواهم اما رنجاندن؟ یاسمان مجبورم از تو جدا شوم. پدر و مادرم برای من دختری موافق پیدا کردند. دیروز رازدگی گرفتند. با تو میگفتم اما یعنی تو با دیگر فوتیه شده ای باز مرا به خانه دعوت میکنی؟ با تو میگفتم اما تو مرا کی فکر کردی؟ یاسمان آدمی به حیا. یاسمان با خود بیا. بس بدگیست. من دیگر وقتی زیادتی ندارم که با تو گذرانم. آدمی پس نگرز ایست. الو پلیس زن قهوه برداشت. بله یک دقیقه خانم. مرا سرده گفتم. جواب ضریر رساندت را کی میدهد؟ ایشوی تو رحمت. آشخانه گلر نزدیکی ایستینه گروه رود. در نزدیکی ایستینه در آشخانه گلر نافهمی شده است. کسی نزدیک باشد جواب دهد. کمیسر امیر فیگر نزدیک جای حادثه ام. در حال آنجا می شود. فهمم. تو مرا تعقیب میکنی مگر؟ کمیسر این زن به ما ضرر مادی رساند. یگان شکایت دارید؟ البته شکایت دارم. ضررش رو پرداخت میکنم. باز چی میخوای از من؟ هر کس آید و چیز و چاره دکان رو شکسته پولش رو داده رود چی میشود؟ این خیلی نمیشود. من شکایت دارم. این طور باشد مرحمت کنید. فرخنده بردار آخی. با فکرم باز چی نقشه کشیده ای؟ در آنجا همراهتون کی بود؟ یک رفیقم. به فکرم به شما دخل ندارد. یگان گپی هزلامیز گفتم. پرداخت ضرری آورده رو قبول میکنید؟ گفته بودم پرداخت میکنم. کمیسارم زبان خطی صاحب دکان رو گرفتم. تشکر. سایه دستی خود را گذارید. می توانید روید. چی خیل؟ با آشخانه رفته ضرری آورده رو پرداخت میکنید. با همین تمام. مرا زیر نظارت نمیگیرید مگر؟
не соҳиби ошхона таклифи пардохти зарарро қабул кардааст. ташаккур ба шумо. бояд бигӯям дигар бо он одам иртиботе надорам. қарори дуруст баровардед. ба хайр бодо. ба он хотир гуфтам ки шояд бо ҳам дигар бо нахӯрем. шояд استفاده از کتاب مقدس قرآن با ترجمه زبان تاجیکی آسایش روح و برکت در زندگی هر مسلمان است. این کتاب آسمانی ما را سوی راستی و عدالت و امن و آسایش راهنمون میکند و برکت را در روزگارمان زیاده میگرداند و محض آن برکت و عدالت و آسایش تاجیکستان این کشور مردمان پاکتینت را باز هم شکوفته و آزاده میگرداند. استودیوی همصدا اکنون برایتان نسخه ویدیویی ترجمه قرآن کریم را با زبان تاجیکی و با آرایش خاصه پیشنهاد میکنند. این نسخه را از تمام نقطه‌های دیسک فروشی همگی با ارزش 4 سومونی دسترس نمایید. تلفن برای معلومات و درخواست 907 79 28 28 و 907 59 28 28. همصدای دل شما. عیب دیده شده همسایت را بپوشان، زیرا آن امانت است. دوستی حقیقی آن است که در زمان تنگ دستی بر امدادت میرسد. شرم زیبا است و در زنها زیباتر. انسان مست و یا عاشق شود سیر داشتن نمیتواند. نسبت به وقت شادی زیادتر همراه دوستان در وقت غمگینیشان باید بود. زنی که مود را ترک نمی کند زنی است که به خودش عاشق است. ارجان مگر من فرخونده رو که مادری دخترم از ضرر میدیم. التماس سراغه آنها رو بده، بسیار مسئله مهم است. چی؟ اسم می نویسم. بگو. لبای الو نبات خانم گوش میکنم. از بیمارخانه زنگ میزنم. گوش میکنم. به شما خبری خوشی دارم. شکر خدا گل اثر یکر به هوش اومد. رحمت من در حال میایم. فریده
از من اینش از تو فهمو؟ دیگرش در دست تو است آنها رو با هم دیگر انا این خیلی چسبید فریده تلفن الو شما کیستن؟ الو به من ده دخترم. الو فریده گل سرم اپای گل سر شکر که به خود آمدید. خوب نیستم فریده همه گپم را به تو نگفتم مردن نمیخواهم زود بیا زود شرف خوراک را نگاه کن من در حال می آیم. خوراک رو نگاه کنم فریده با کجا می روی؟ با من زنگ زده گفتم که گل سر به هوش آمده است آمدم تو برو پدر ایستید سلاحم را دهید. امشب در من میماند. برای چی؟ بگذار ماند. به شما یک چیز نشان میدهم. شفق سردار داد معلوماتی مخفی دقیق نیست اما غالب هم در آنجا میشده است. رفتیم. وقتی شام بیرون بر آمدن را من کرده بودم یاسمن. وقتی بر آمدنم شب نبود پدر جان. برای دیر کردنم عذر میپرسم. اگر یک بار دیگر امرم را گوش نکنید روزانه هم اجازت نمیدهم. شما استانبول را چی فکر کردید؟ همه پول از فلاکت. پدر جان کجا میروید؟ کار دارم. همشیره خانم این بیمار رو به دیگر اتاق گرفته بردن. نه منم یشر. زینب گوش کن. میدونم که جرین در همون جاست. در رو کشا. اکنون چی کار میکنیم؟ در پسی در ایستاده است. نمیدونم. خوبش در رو کشا. چی؟ نکشایی نمیرود. ما پنهان میشویم. از دادم پنهان میشویم آنجا؟ در کجایم؟ رفتند. با کجا رفتند؟ نمیدونم بر اومدن. اینها چی هستند؟ زینب التماس با من دروغ نگوی. این باغچه های آنهاست. با کجا میروند؟ جرین
فرخونده چیکار کرده ایستاده؟ با کجا میروی؟ با آلمان میروم. با نزد پدر و مادرم. جیرین رو نمیبری فرخونده؟ میبرم. از دخترم جدا نمیشوم. جیرین رو با تو و مادرت نمیگذارم. حیف با تو فرخونده. من برای آشتی کنی آمدم. یک بار دیگر سنجیم گفتم. عائله‌مون رو ویران نکنیم. تو چیکار کردی؟ دختر رو دزدیدنی شدی؟ این رو پیش از خیانت کردنت باید فکر میکردی. یاشار رو از اینجا. بس است. ما رو به حالمان گذار. جیرین رو ترک نمیکنم فرخونده. سببش رو خوب میدونی. بیا یک روی نکن. این کار نمیشود. دختر رو برده نمیتوانی. میبرم. من کلان کردم کودک را. مادری کردم. جانم را بخشیدم. مادرش منم. فهمیدی؟ فرخونده با زوراوری من رو مجبور مکن. بیا مثل آدم گپ میزنیم. برای چی میگریزی؟ من تا امروز با تو دست برداشتم. فکرهای باطلت رو یک طرف گذار. بیا با خوبی صحبت کنیم. اینو خیر ندارد یاشار. امروز تو با مادرت با دیگرها تا دخترم رو نگیرید آرام نمیشود. بس از دیگر تعقیبم نکنید. رو از اینجا رو. فرخونده التماس یک روی نکن. نه. جیرین. فرخونده. جیرین. یاشار با این کودک چی شد؟ چی شد گپ زنوخی؟ مادر او کودک رو میخواست بدوزد. بعد یکی چرا آنها رو به حالشون نبود؟ پسرم انا همین کس. آقا یاشار من کار نکردم. دروغ نگوی. همش از برای تو شد. من گناهی ندارم. آرام شو پسرم آرام شو. آقا یاشار اگر گناهگار باشد معلوم میگردد و بعد با همسرت گپ میزنیم. مرحمت زبان خطتون رو میگیریم. با ما با مرکز میرویم. یاشار جیرین تفلا کنی ببختی من. خدایا من چیکار کردم؟ خدایا من چیکار میکنم؟